زنان گرزیدانیش زیوری هست. امیدی روزگاری بهتری هست. اگرچه از زنان پیغمبری نیست، همه پیغمبران را مادری هست. زن ضعیف نیست، او صبر است. او درد را پنهان می کند تا دیگران آرام باشند. مادر نامی نیست، مادر قصه است. شب‌های بیخوابی، دعاهای بی آخر، محبتی بی شرط. وقتی همه روی می گردانند، مادر می ماند. وقتی همه فراموش می کنند، مادر دعا می کند. پشت هر قدمی تو اشک ناعیانی یک مادر است. قدرش را امروز باید بدان، فردا شاید دیر می شود. زن نور است، مادر آفتابی که زندگی را روشن می کند. پشت هر انسانی موفق دعای یک مادر می ایستد. دل مادر بحری است بیکنار، پر از مهر و فداکاری. جنت زیر قدم های مادر است و از این بزرگترین عنوان برای یک زن است. مادر بودن وظیفه نیست، این محبت بی پایان است. قوت زن در مهربانیش، بزرگیش، در مادر بودنش است. زن با عشق می سازد، مادر با صبر تربیت می کند.